این بچه‌ها گرسنه نیستند، به جای هم شتاب ندارند و بار اول هم هت‌داگ نمیخورند. این جوانان در خوردن هت‌داگ رقابت دارند و هر کسی 3 هت‌داگ را زودتر و پیش از رقیبانش خورد صاحب جایزه می شود. نخستین مسابقه استعمال هت‌داگ در فرصت کوتاه روز 22 مارس در هت‌داگری یکی از نقطه‌های فروش این غذای آمریکایی در دوشنبه برگزار شد. کسانی که اشتراک کردن می‌خواهند در آزمون ما لطفاً از شما احترامانه خواهش می‌نماییم که رفته در نزد دخترک فاطمه نامنویس کنید. بعد از که نامنویس کردتون 30 آدم اشتراک می‌کنند. برگزار کنندگان انتظار نداشتند که آشخانه خوردشان از خواهشمندان لبریز می شود. برای همین فقط 30 نفر را از بین تقریباً 100 نفر انتخاب کردند. به شرکت کنندگان هم نامی خاص می دادند. اما شرکت در این مسابقه خوشمزه آسان نبود و بسیاری ها بعد از خوردن 2 هت‌داگ تسلیم می شدند و یا با اعضای هاضمه خود هم مقاومت می کردند. عظمت با لقب شیر وحشی در نهایت پیروز شد و جایزه اصلی دعوتنامه بی پول بر نقطه های هت‌داگر را به دست آورد. Сертификат на 3 свободных посещения любого заведения хот-догера. کنکورس اشتراک کردیم که یکم اتاب یکم جا گرفتیم، فینال هم یکم جا را گرفتیم. آدمانی که اشتراک کردن و هم نقص بودن. اون کنکورنت ها همش با قوت بودن. در نخستین آزمون استعمال هت‌داگ که در روزهای نوروزی صورت گرفت، موسیقی و شوخی هم کم نبود.